سلام كمسك الختام. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. از خود کردن مال مردم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. یکی از گناهان کبیره این از خود کردن مال مردم می باشد که با دلیل های قرآنی و احادیث این عمل منع کرده شده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: و اموال خویش را در میان خویش به ناحق مخورید و اموال خود را به حاکمان مرسانید تا پاره از اموال مردم را به ستم بخورید و شما می دانید. سوره بقره آیه 188. در اول آیت الله سبحانه و تعالی می فرماید که اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، یعنی اموال یکدیگر را به راه دزدی و غصب کردن و ریبای و رشوه مخورید و اموال خود را به حاکمان مرسانید تا پاره از اموال مردم را به ستم بخورید، یعنی به حاکمان رشوه ندهید. چنانه که امروزها ما میبینیم بعضی شخصان به حاکمان رشوه داده و سبب از دست کشیدن مال مردم میشوند. با راه ستم مال مردم را از آنها کشیده میگیرند. خداوند این کار را منع کرده است. خلاصه در این آیت خداوند به ناحق خوردن مال یکدیگر را منع میکند. این چنین به دادن رشوه برای حاکمان تا که مال دیگران را از خود کنیم، از این کار هم ما را منع کرده است. این کار حرام است در اسلام. در جای دیگر خداوند می فرماید: ملامت بر کسانی است که به مردم ظلم می کنند و به ناحق در روی زمین سرکشی می کنند. برای آنهاست عذاب دردآور. سوره شورا آیه 42. در این آیت خداوند شخصانی را که به مردم ظلم کرده از آنها مال و اموال آنها را کشیده میگیرند وعده داده است که برای آنها عذاب دردآور در آخرت آماده است. در جای دیگر خداوند می فرماید: و ستمگران را هیچ کارساز و یاری دهنده ای نیست. سوره شورا آیه 8. یعنی ستمگران را، ظالمان را که مال مردم را برای ناحق از خود می کنند، برای آنها در قیامت هیچ یاری دهنده ای نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ستم روز قیامت به تیرگی می انجامد. روایت بخاری و مسلم. در حدیث دیگر فرمودند: اگر کسی حتی یک وجب زمین همسایه را گیرد، یعنی برای ناحق از خود کند، در روز قیامت در گردن او حلقه را می آویزند که از زمین اشغال کرده اش 7 مراتبه کلانتر می باشد. روایت بخاری و مسلم. در حدیث دیگر فرمودند: خداوند بی عدالتی های آدمان را نسبت یکدیگر نانوشته نمی ماند. روایت احمد ابن حنبل. یعنی هر آن ناعدالتی هایی که در بین انسان ها می شود، خداوند آنها را می نویسد و روز قیامت آنها به هر یک کار خود جواب می دهند. در حدیث دیگر فرمودند: تأخیر در دادن قرض از طرف ثروتمندان بی‌عدالتی است. روایت بخاری و مسلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: الله دوزخ را فرض و بهشت را حرام می‌گرداند به آن نفرانی که برای از خود کردن مال مسلمانان قسم یاد می‌کنند. از او پرسیدند: یا رسول الله، اگر آن یک پاره ناچیز بود چی؟ در جواب گفتند: حتی اگر یک شاخه مسواک هم باشد. روایت مسلم. پس عزیزان، برای مال دنیا شده بهشت را بر خود حرام مگردانید. در حدیث دیگر فرمودند:
اگر ما یکی از شمایان را خدمتچی تعیین نماییم و او از ما چیزی را به مقیاسی سوزن و یا از وی بیشتر پنهان کند، خیانتکار حساب می شود و روز قیامت جوابگو خواهد شد. روایت مسلم. در حدیث دیگر فرمودند کسی را که مالهای خدا را به غیر حق صاحب شده است، روز قیامت او را آتش دوزخ انتظار است. روایت بخاری. در حدیث دیگر فرمودند انسانی که از مال حرام به وایه رسیده است به بهشت نمی درآید، او سزاوار آتش دوزخ است. روایت احمد ابن حنبل. دوستان عزیز، خلاصه برای ناحق غصب کردن، دزدیدن، از خود کردن مال مردم یکی از گناهان کبیره به حساب می رود و روز قیامت انسان را عذاب سخت منتظر است. پس ای شخصانی که ستمگر هستید، راهزن و دزد و فریبگر هستید، منکر قرض می شوید، کسانی که مال گم شده را از زمین برداشته به صاحبش نمی رسانید، مال شبهناک را می فروشید و عیبش را می پوشانید، کسانی که قماربازی می کنید، بدانید که این آیت ها و این حدیث ها برای شما بودند و بدانید که با راه ستم چقدر مال را از خود نکرده باشید، این به شما باقی نمی ماند، چون شما انسان هستید، روز نه روز این دنیا را ترک می کنید و این مالی که به ناحق از خود کردید در این دنیا باقی می ماند. پس در فکر آخرت شوید، آخرت خود را آباد کنید، مال مردم را به ناحق از خود مکنید، از این گناه کبیره دست بکشید تا از نجات یافتگان گردید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.